बीनंदगान अर्जुमन अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी कोर्स का तीसरा टेलीविज़न प्रोग्राम पेश खिदमत है। ये प्रोग्राम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़ारसी इंटरमीडिएट कोर्स की वजाहत के लिए पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आम शायकीन भी इन प्रोग्रामों से फ़ारसी सीख सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपको माज़ी मुतलिक के बारे में बताया जाएगा और उसकी मशक कराई जाएगी। इसके अलावा आप मुफ़रद से जम यानी वाहिद से जमा बनाने के तरीके भी सीखेंगे। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में आप फ़ारसी के चंद नए अल्फाज और उनका इस्तेमाल भी सीखेंगे। अब आइए उस्ताद बाकरी की क्लास में चलते हैं, जहाँ वो फ़ेल माज़ी मुतलिक यानी गुज़श्ते सादे या सिंपल पास्ट की मशक करा रहे हैं। इस दौरान आप जो नए अल्फाज सीखेंगे उन पर एक नज़र डाल लीजिए। दो चरखे यानी साइकिल, वागन, वैगन, ऑटोबूस, बस, चाय, शीर, दूध, आब, पानी, अम्बे, आम, हुलू, आड़ू, पुर्तगाल, माल्टा, लीमू, नींबू या लीमू। अब आइए उस्ताद बाकरी की क्लास में चलें, जहां आप फ़ारसी मसादिर भी सीखेंगे। आना, जाना और खाना उर्दू ज़बान के मस्दर हैं। इसी तरह आमदन, रफ्तन और खुर्दन फ़ारसी मस्दर हैं। अब आइए क्लास में बेफरमाइद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शागिर्दान अजीज به کلاس درس خوش آمدید. متشکریم. ای نام تو بهترین سرآغاز، با نام خداوند بخشنده مهربان درس امروز را آغاز می‌کنیم. درس امروز ما درباره مصدر، فعل ماضی و ضمایر فاعلی میباشد که به تفصیل در طول درس به شرح آنها میپردازیم. خب حالا کلاس را با تعدادی سوال شروع میکنیم. حالا آقا ساجد شما بفرمایید که شما از کجا آمدید؟ من از خانه آمدم. بسیار خوب. شما با چه وسیله آمدید؟ من با اتوبوس آمدم. بسیار خوب. بفرمایید بشین. خانم فزه او با چه وسیله آمد؟ او با اتوبوس آمد. بسیار خوب. شما چگونه آمدید؟ من هم با اتوبوس اومدم. بسیار خوب. شما از کجا آمدید؟ من هم از خانه اومدم. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. حالا آقای ساجد و خانم فزه شما چطور آمدید؟ ما با اتوبوس آمدیم. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. آقا رضا بگویید آنها چگونه آمدند؟ آنها با اتوبوس آمدند. بسیار خوب. شما چطور آمدید؟ من هم با اتوبوس آمدم. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. آقای واجد علی بفرمایید که شما چطور آمدید؟ من با واگن آمدم. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. خانم روبینه شما چطور آمدید؟ من با واگن آمدم. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. پس حالا شما آقای واجد علی و شما خانم روبینه با چه وسیله آمدید؟ ما با واگن آمدم. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. خانم کوثر بفرمایید که آقای واجد علی و خانم روبینه با چه وسیله آمدند؟ آقای واجد علی و خانم روبینه با واگن آمدند. احسن. بفرمایید بشینید. آقای عزیزالقادر آنها با چه وسیله آمدند؟ آنها با واگن آمدند. احسن. بفرمایید بشینید. آقای عباسی شما چطور آمدید؟ من با دوچرخه آمدم. بسیار خوب. بشینید. آقای شبیر حسین شما با چه وسیله آمدید؟ من با دوچرخه آمدم. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. آقای عباسی و شما آقای شبیر حسین با چه وسیله آمدید؟ ما با دوچرخه آمدیم. احسن. بفرمایید. آقای یاسر، آقای ساجد بفرمایید که آقای سجاد عباسی و آقای شبیر حسین با چه وسیله آمدند؟ آقای سجاد عباسی و آقای شبیر حسین با دوچرخه آمدند. بسیار خوب. بفرمایید.
خانم فزه آنها با چه وسیله آمدن؟ آنها با دوچرخه آمدند. ریکالله ماشالله. خب دانش آموزان عزیز حالا خوب توجه کنید. به طور مختصر من معنی مصدر را برایتان میگویم. مصدر کلمه است که بر انجام کار بدون فاعل، بدون قید زمان و مکان و غیره دلالت میکنه که حالا به اتفاق با هم میبینیم. خب دانش آموزان دقت کنید. مصدر مثال رفتن. رفتن مصدر است. در فارسی علامت مصدر نون در آخر است. فعل ماضی مطلق. فعل ماضی مطلق رفتن رفت می شود. یعنی ما نون را حذف کرده فعل ماضی مطلق حاصل می شود. حالا خوب دقت کنید. ضمایر فاعلی ماضی مطلق نشانه. ضمایر فاعلی در فارسی من، تو، او، ما، شما، آنها یا ایشان. خب به اضافه فعل ماضی مطلق رفت، به اضافه رفت، به اضافه رفت، به اضافه رفت، به اضافه رفت یعنی ریشه ماضی مطلق. خب حالا هر یک از این ضمایر برای ماضی نشانه مخصوص خود را دارند. به اضافه میم، به اضافه یه، به اضافه هیچ. در ماضی برای او نشانه‌ای برای فعل ماضی نیست. برای ما فعل ماضی یم، برای شما رفت ید، برای آنها یا ایشان برای رفت ند. حالا با هم میخوانیم. من رفتم، من رفتم. تو رفتی، تو رفتی. او رفت، او رفت. ما رفتیم، ما رفتیم. شما رفتید، شما رفتید. آنها یا ایشان رفتند. آنها یا ایشان رفتند. بسیار خوب. حالا درس را با سوالاتی در زمینه فعل ماضی آغاز میکنیم. خب حالا شما خانم فزه بگویید از مصدر رفتن ماضی مطلق آن چه میشود؟ از مصدر رفتن ماضی مطلق آن رفت می شود. احسن، بفرمایید. آقای مبارک بفرمایید ماضی مطلق رفتن چه می شود؟ ماضی مطلق رفتن رفت است. بسیار خوب. آقای واجد علی با مصدر رفتن فعل ماضی بسازید. من به خانه رفتم. بسیار خوب. خانم روبینا شما کجا رفتید؟ من هم به خانه رفتم. بسیار خوب، بفرمایید بشینید. حالا آقای واجد علی و شما خانم روبینه کجا رفتید؟ ما به خانه رفتیم. احسن. خب حالا شما خانم کوثر بفرمایید که آقای واجد علی و خانم روبینه کجا رفتند؟ آقای واجد علی و خانم روبینه به خانه رفتند. خب شما کجا رفتید؟ من به بازار رفتم. ماشاءالله، بفرمایید بشینید. آقای عزیزالقادر شما کجا رفتید؟ من هم به بازار رفتم.
احسن، بفرمایید بشینید. حالا شما خانم کوثر و شما آقای عزیزالقادر کجا رفتی؟ ما به بازار رفتیم. ماشاءالله، خیلی خوب، بفرمایید بشینید. آقای عباسی آنها کجا رفتند؟ آنها به بازار رفتند. احسن، بفرمایید بشینید. آقای شبیر حسین شما کجا رفتی؟ من به مسجد رفتم. خیلی خوب. برای چه به مسجد رفتی؟ من برای نماز خواندم، به مسجد رفتم. دانش آموزان عزیز خوب دقت کنید. ماضی مطلق از مصدر آمدن آمد می شود که حالا من ماضی مطلق آمد را صرف کنم. من آمدم، تو آمدی، او آمد، ما آمدیم، شما آمدید، ایشان یا آنها آمدند. خب توجه کنید، دوباره از مصدر رفتن ماضی مطلق آن رفت می شود که من رفت را در زمان ماضی مطلق صرف می کنم. من رفتم، تو رفتی، او رفت، ما رفتیم، شما رفتید، ایشان یا آنها رفتند. خب خوب توجه کنید، با من نشانه میم می آید، با ما نشانه یم می آید، با تو نشانه ی می آید، با شما نشانه ید می آید، با او در زمان ماضی مطلق نشانه ای نمی آید، با ایشان یا آنها ند می آید. خب کلاس را با تعداد سوال ادامه می دهیم. آقا ساجد حالا شما بگویید ماضی مطلق از مصدر خوردن چه می شود؟ ماضی مطلق از مصدر خوردن خورد می شود. بسیار خوب. حالا جمله‌ای که من میخوانم با فعل ماضی مناسب کامل کنید. ما انار خوردیم. بسیار خوب. حالا با خوردن یک جمله دیگر بساز. ما سیب خوردیم. دیگر؟ ما نان خوردیم. بسیار خوب، بفرمایید بشین. حالا شما خانم فزه جمله‌ای را که من میخوانم با فعل ماضی مناسب کامل کنید. آنها انگور خوردند. بسیار خوب. حالا با خوردن یک جمله دیگر بسازید. آنها چای خوردند. بسیار خوب، بفرمایید بشینید. آقای مبارک بفرمایید جمله‌ای که من میخوانم با فعل ماضی مناسب کامل کنید. آنها شیر خوردند. بسیار خوب، بفرمایید بشینید. آقای واجد علی جمله‌ای را که من میخوانم با فعل ماضی مناسب کامل کنید. آنها چای خوردند. بسیار خوب، بفرمایید بشین. خانم روبینه حالا جمله‌ای را که من میخوانم با فعل ماضی مناسب کامل کنید. آنها انبه خوردند. بسیار خوب، بفرمایید بشین. حالا شما خانم کوثر جمله‌ای را که من میخوانم با فعل ماضی مناسب کامل کنید. او لیمو خورد. بسیار خوب، بفرمایید بشینید. حالا شما چه آقای عزیزالقادر؟ حالا شما آقای عزیزالقادر جمله‌ای را که من میخوانم با فعل ماضی مناسب کامل کنید. آنها کباب خوردند. ماشاءالله، بفرمایید بشین. خیلی خوب. حالا آقای عباسی شما بگویید که ماضی مطلق از مصدر خریدن چه می شود؟ ماضی مطلق از مصدر خریدن خرید می شود. بسیار خوب. حالا به من بگید که شما چی خریدید؟ من پرتقال خریدم. بسیار خوب، بفرمایید. آقای شبیر حسین شما چی خریدید؟ من هم پرتقال خریدم. خیلی خوب، بفرمایید بشینید. آقای واجد علی بگویید که آنها چی خریدند؟ آنها پرتقال خریدند. خیلی خوب، بفرمایید بشینید. خانم روبینه شما چی خریدید؟ من انار خریدم. خیلی خوب، بفرمایید بشینید. حالا من از شما آقای ساجد و شما خانم فزه خواهش میکنم با هم صحبت کنید.
من سیب خریدم. شما چه خریدید؟ من هلو خریدم. شما چی خریدید؟ من انگور خریدم. شما چه خریدید؟ من بادام خریدم. شما چی خریدید؟ من کشمش خریدم. بسیار خوب. بفهم بشینید. آقا رضا، حالا شما جمله ای را که من میخوانم فعل صحیح آن را بگویید. ما رفتید آیا صحیح است؟ ما رفتیم صحیح است. بسیار خوب. حالا جمله او رفتند. نه خیر، او رفت صحیح است. بسیار خوب. ما رفتی. نه خیر، ما رفتیم صحیح است. بسیار خوب. حالا شما ماضی مطلق از مصدر رفتن را بگویید. ماضی مطلق از مصدر رفتن رفت می باشد. بسیار خوب. حالا ماضی مطلق رفت را صرف کنید. من رفتم، تو رفتی، او رفت، ما رفتیم، شما رفتی، آنها یا ایشان رفتن. ماشاءالله. بفرمایید بشینید. تشکر. حالا خانم روبینه، شما ماضی مطلق از مصدر خوردن چه می شود؟ خورد ماضی مطلق است از خوردن. بسیار خوب. حالا شما ماضی مطلق خود را صرف کنید. من خوردم، تو خوردی، او خورد، ما خوردیم، شما خوردید، آنها یا ایشان خوردند. ماشاءالله. بفرمایید. حالا خانم کوثر، شما ماضی مطلق از مصدر خریدن چه می شود؟ ماضی مطلق از مصدر خریدن خرید می شود. بسیار خوب. حالا ماضی مطلق خرید را صرف کنید. من خریدم، تو خریدی، او خرید، ما خریدیم، شما خریدید، ایشان یا آنها خریدند. ماشاءالله. بفرمایید بشینید. خب حالا ما با هم مصدر و ماضی را یاد گرفتیم. नाजरीन, आपने उस्ताद बाकरी की क्लास में माज़ी मुतलिक बनाने के तरीके सीखे और उसकी मश्क की। आगे बाकरी ने बताया कि फ़ारसी मस्दर का नून दूर कर दें तो बाकी माज़ी मुतलिक रह जाता है, जैसे आमदन से आमद, रफ्तन से रफ्त, ख़रीदन ख़रीद, खुर्दन खुर्द। इसके अलावा उस्ताद ने आपको सर्फ यानी गर्दान करने के तरीके भी बताए और ये बताया कि मुख्तलिफ़ अफ़ाल के साथ फ़ेल की शक्ल कैसे बदलती है। मन, मा, तो, शुमा, उ और ईशान के साथ फ़ेल की तब्दीली कुछ इस तरह से है कि मन के आखिर में मीम का इजाफ़ा करते हैं, जैसे मन ख़रीदम यानी मैंने ख़रीदा। माँ के साथ फ़ेल के आखिर में ये मीम का इजाफ़ा करते हैं, जैसे माँ ख़रीदीम यानी हमने ख़रीदा। तो के साथ फ़ेल के आखिर में छोटी ये लगाई जाती है, जैसे तो ख़रीदी यानी तूने ख़रीदा। शुमा के साथ फ़ेल के आखिर में ये दाल का इजाफ़ा करते हैं, जैसे शुमा ख़रीदीद यानी आपने ख़रीदा। ऊ के साथ फ़ेल के आखिर में कोई इजाफ़ा नहीं करते, मसलन ऊ ख़रीद यानी उसने ख़रीदा। ईशान के साथ फ़ेल के आखिर में नून दाल का इजाफ़ा करते हैं, जैसे ईशान ख़रीदंद यानी उन्होंने ख़रीदा। उम्मीद है आपने माज़ी मुतलिक बनाने का तरीका सीख लिया होगा और इसकी गर्दान भी अब आप कर सकते हैं। अब आइए इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आगे बाकरी की क्लास में चलते हैं, जहां वो मुफरद व जम यानी वाहिद से जमा बनाना सिखा रहे हैं। इस हिस्से में आप जो नए अल्फाज पढ़ेंगे और उनकी मश्क करेंगे उन्हें दोहरा लीजिए। किताबखाने, लाइब्रेरी, रोज़नामे, अखबार, किताब हा, किताबें, मिदाद हा, पेंसिलें, खुदकार हा, बॉल पॉइंट्स, कलम हा, पेन, दानिशजू यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, गुल हा, फूल, सितारेगान यानी सितारे।
मीवे, फल, सीब ज़मीनी, आलू, गुल कलम, फूल गोभी, ख्वाहर, बहन, बरादर, भाई, पेदर, बाप, पेदर बुज़ुर्ग, दादा या नाना, अम्मू, चचा, अम्मे, फूफी, मादर, माँ, मादर बुज़ुर्ग, दादी या नानी। आइए उस्ताद बाकरी की क्लास में चलते हैं। بفرمایید. خب دانش آموزان عزیز به کلاس خوش آمدید. متشکریم. دختر خانم های کلاس ما کجا هستند؟ دختر خانم های کلاس ما آمدند. بسیار خوب. اجازه هست. بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. خب شما دختر خانم ها کجا بودید؟ ما در کتابخانه بودیم. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. خب خانم فزه شما کجا بودید؟ من در کتابخانه بودم. برای چه به کتابخانه رفتید؟ من برای خوندن روزنامه به کتابخانه رفتم. برای خواندن کدام روزنامه؟ برای خوندن روزنامه کیهان و روزنامه جنگ. احسن. آقای ساجد شما کجا رفتید؟ من به باغ رفتم. در باغ شما چه دیدید؟ من در باغ گلها دیدم. دیگر چه دیدید؟ من در باغ دیگر پرندگان دیدم. آقای واجد علی دانایان چه گفتند؟ دانایان سخنهای خوبی گفتند. حالا شما بگویید دانشجویان قلم‌ها و مدادها و خودکارهای خود را از کجا خریدند؟ دانشجویان کلمها، مدادها و خودکارها از بازار خریدند. بسیار خوب. بفرمایید بشینید. خانم روبینه شما بگویید که میوه ها را بیشتر دوست دارید یا سبزی را؟ من هم میوه را دوست دارم و هم سبزی را. بسیار خوب. در میان میوه ها کدام را بیشتر دوست دارید؟ من سیب و انار را خیلی دوست دارم. خیلی خوب. بفرمایید بشینید. خانم کوثر در میان سبزی ها کدام را شما بیشتر دوست دارید؟ من سیب زمینی و گل کلم را دوست دارم. حالا با یکدیگر طرز جمع ساختن اسم را در فارسی می آموزیم. به تابلو دقت کنید. دانش آموزان عزیز خوب توجه کنید. معمولا در فارسی اسمها به 4 روش جمع بسته می شوند که در اینجا ملاحظه می کنید. اسمها، بعضی از اسمها با افزودن الف و نون، بعضی از اسمها با افزودن یان و بعضی از اسمها با افزودن گان و بعضی از اسمها با افزودن ها جمع بسته می شوند. به طور مثال شاگرد اسم مفرد است که با افزودن الف و نون شاگردان می شود. استاد استادان، برادر برادران. در مورد دوم با افزودن یان مانند پاکستانی پاکستانیان، ایرانی ایرانیان، دانا دانایان. خب در مورد سوم اسم هایی که به ها ختم می شوند برای جمع بستن ه به گاف تبدیل می شود و الف و نون اضافه می شود. مثل بنده بندگان، زنده زندگان، ستاره ستارگان. و مورد آخر بعضی از اسمها با افزودن ها به جمع تبدیل می شوند. مثل خودکار خودکارها، مداد مدادها، قلم قلمها. خب در خاتمه ما مصدر، ماضی مطلق، ضمیر و طرز جمع ساختن اسمها را آموختیم. नाजरीन, उस्ताद बाकरी ने बताया कि वाहिद इस्म के आखिर में अलिफ नून लगाने से जमा बनाया जाता है, जैसे
शागिर्द से शागिर्दान, बरादर से बरादरान, पाकिस्तानी से पाकिस्तानियान। इसी तरह अलिफ और वाव पर ख़त्म होने वाले वाहिद इस्म के आखिर में ये अलिफ नून का इजाफ़ा करके जमा बनाते हैं, जैसे दाना से दानायान, दानिशजू से दानिशजूयान। हे पर ख़त्म होने वाले वाहिद इस्म के हे को गाफ से बदलकर अलिफ नून का इजाफ़ा करते हैं, मसलन जिंदा से जिंदगान, सितारे सितारेगान। बेजान इस्म के साथ हे अलिफ का इजाफ़ा लगाकर जमा बनाया जाता है, कलम कलम हा, किताब किताब हा। अज़ीज़ तलबा, ये थे मुफरद से जमा बनाने के तरीक़े। उम्मीद है आप इन्हें अच्छी तरह से इनकी मश्क करेंगे। अब आइए उन तमाम अल्फाज को एक दफ़ा फिर देख लें जो आपने इस दौरान पढ़े। पिदर पिदर बुज़ुर्ग, मादर मादर बुज़ुर्ग, ख़्वाहर बरादर, अम्मू अम्मे, दाई। याद रहे कि पिदर बुज़ुर्ग दादा और नाना, मादर बुज़ुर्ग दादी और नानी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अम्मू चचा और ताया हर दो के लिए आता है। इसके साथ ही आज का हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह मवफ़क़ बाशिद।